خیلی خوش آمدید به چنل گلدن لایف باکس. تو این ویدیو قصد داریم به روش‌های مناسب برای افزایش مدت انزال بپردازیم. چرا رابطه جنسیتون این همه کوتاهه و آیا شما زود انزالی دارید و یک مشکلی دارید که نمیتونید شریک جنسیتون رو کامل ارضا کنید. تو این ویدیو قصد داریم روش‌های مؤثر برای افزایش مدت زمان رابطه جنسی رو به شما معرفی کنیم. با ما همراه باشین تا انتهای ویدیو. قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم حتما این ویدیو رو لایک کنین تا انگیزه‌ای بشه برای ما و کانال ما رو سابسکرایب کنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما اطلاع پیدا کنید. روش‌های مناسب برای افزایش مدت زمان انزال. اگه شما نیز به دنبال روش‌های مناسب برای افزایش مدت زمان انزال هستید، میتونید راهکارهایی رو که در ادامه بهتون معرفی میکنم رو انجام بدید. یه سری از مشکلاتی که باعث میشه که شما زود انزال بشید اینه که به محض برقراری رابطه جنسی با یک زن به انزال میرسید. یعنی زمان انزال در مردم به طور متوسط 15 دقیقه است. مشکلات زیادی سبب بروز این مشکل میشه که مهمترین اونها اینه که استرس یا اضطراب دارید، افسردگی دارید، یا سرکوب شدن میل جنسی میشه، یا عدم تعادل هورمونی و التهاب یا عفونت پروستات. خب روش هایی که میتونیم باعث افزایش مدت زمان انزال میشه رو میخوایم اینجا بهتون توضیح بدیم. روش اول، روش شروع و توقف. این روش یکی از راهکارهای مفید برای افزایش مدت زمان انزاله. در این روش توصیه میشه مردان زمانی که احساس میکنن زمان انزالشون نزدیکه دست از رابطه جنسی بکشن و برای مدت 30 ثانیه صبر کنن. افراد میتونن با توجه به قدرت بدنی خود این کار رو تکرار کنن. تحقیقات نشان داده که این روش مناسب برای درمان زود انزالیه. به روش استاپ استارت معروف. کسانی که زود به انزال میرسند باید مدت طولانی این روش رو تمرین کنن. پس از مدتی مشکل زود انزالی اونها رفع میشه و اونها میتونن رابطه لذت بخشی رو تجربه کنن. همچنین توصیه میشه رابطه جنسی بسیار آهسته و لذت بخش پیش بره. در این روش مرد باید تلاش کنه با استفاده از روش‌های جنسی خودتون رو تحریک کنید و در زمانی که حس می‌کنید میخواید به انزال برسید دست از رابطه بردارید. روش دوم، سپردن آلت تناسلی. یکی دیگر از روش‌ها و راهکارهایی که برای افزایش مدت رابطه جنسی توصیه میشه اینه که آلت تناسلیتون رو فشار بدید. این روش به روش مسترز و جانسون نیز معروفه. در این شرایط توصیه میشه مردان زمانی که احساس میکنن به حالت انزال رسیدن سر آلت یا انتهای آلت خودشون رو فشار بدن. در این روش نیز رابطه جنسی باید به آرامی شروع بشه و شریکای جنسی باید تمامی مسیر رو با آرامش طی کنن. زمانی که زمان انزال نزدیکه فرد با انگشتش رو دور آلتش حلقه کنه و اجازه نده که انزال رخ بده. توصیه میشه به طور رابطه جنسی 3 بار این کار صورت بگیره و بعد از اون انزال انجام بشه. چهارمین مورد، معاشقه، راهکاری مناسب برای افزایش مدت زمان انزال. بهتره بدونید بسیاری از مردان که سواد جنسی پایینی دارن به رابطه جنسی اهمیتی نمیدن و وقتی رابطه جنسی رو پارتنر جنسی خود شروع میکنن سریعا وارد عمل میشن و کارشون رو تموم میکنن. اما باید بدونید بوسیدن و معاشقه یکی از روش‌هایی که به طولانی شدن زمان انزال کمک میکنه. در این شرایط زنان نیز حس بهتری رو توی رابطه تجربه میکنن و میتونن قدم به قدم با مردا پیش برن تا انزال رخ بده. یکی از روش‌های مناسب برای تجربه رابطه جنسی با کیفیت سکس دهانی یا اورال سکس که به همین دلیل توصیه میشه زمانی که خسته هستید رابطه جنسی نداشته باشید.
شاید برای شما هم جالب باشه که بدونید توجه به کلوتریس زنان در طول رابطه جنسی یکی از راهکارهای افزایش مدت زمان انزال به شمار میره. در این صورت مرد باید در طول رابطه جنسی به ناحیه کلیتوریس در زنان توجه داشته باشه و آلت تناسلی خودت رو به طور مستقیم در تماس با این ناحیه در زنان قرار بده. این هم از چندین جهت حائز اهمیته که اولا زنان سطح بالایی از برانگیختگی رو تجربه میکنن و این امر از لحاظ روحی برای مرد هم بسیار مهمه. همچنین این کار سبب میشه رابطه جنسی به آهستگی و با لذت فراوان پیش بره. انتخاب پوزیشن های مناسب یکی دیگه از روش های موثری که به افزایش مدت زمان انزال کمک میکنه انتخاب پوزیشن های متنوع است. توصیه میشه که دائما پوزیشن خودتون را در طول رابطه جنسی تغییر بدید و تنها در یک مدل باقی نمونید. این کار میتونه رابطه جنسیتون رو با کیفیت و با شرکای جنسی لذت بیشتری رو به ارمغان بیاره. استفاده از اسپری تأخیری و کاندوم های تأخیری یکی از روش‌های مناسب برای افزایش مدت زمان انزال که تقریباً تمامی افراد با اون آشنایی دارن استفاده از اسپری تأخیری و کاندوم تأخیری در حین رابطه است. در این محصولات از لیدوکائین استفاده میشه و همین امر باعث میشه که زمان انزال به تعویق بیفته و شرکای جنسی روابط لذت بخشتری رو تجربه کنند. البته باید به این موضوع توجه داشته باشید نباید به طور مداوم از اسپری و کاندوم تأخیری استفاده کنید، زیرا استفاده مداوم سبب میشه زمان انزال طول بکشه و این موضوع میتونه سبب بشه که دیگه مرد ارضا نشه. خیلی خوشحال شدم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. حتما ویدیوی بعدی رو مشاهده کنید، ویدیوی روش های افزایش سایز حالت تناسلی و این ویدیو رو حتما مشاهده کنید. امیدوارم توی کامنت ها نظرتون رو در مورد روش های افزایش مدت زمان انزال هم به من بگید و منتظر لایک هاتون هستم. خیلی خوشحال شدم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. حتما ویدیوی بعدی رو مشاهده کنید، ویدیوی روش های افزایش سایز حالت تناسلی و این ویدیو رو حتما مشاهده کنید. امیدوارم توی کامنت ها نظرتون رو در مورد روش های افزایش مدت زمان انزال هم به من بگید و منتظر لایک هاتون هستم.